طالبان بار دیگر به صاحبان مهمانخانه‌های عروسی در شهر کابل امر دادند که در توی‌ها از نواختن موسیقی خودداری کنند. وزیر امر معروف و نهی از منکر طالبان با نشر بیانیه گفته است که این تصمیم منع نواختن موسیقی در توی‌ها را به طور مشترک یکجایی با وزارت عدلیه گرفتند. در اعلان این وزارت آمده است در جلسه بررسی تویخانه‌ها مسئولین وزارت عدلیه از صاحبان مهمانخانه خواستند که از نواختن موسیقی و کارهای خلاف معیارهای اسلامی خودداری کنند. طالبان به تویخانه‌های عروسی هشدار دادند که مسئله را پیگیری خواهند کرد و با قانون شکنان مبارزه جدی خواهند کرد. در پی دوباره رسیدن طالبان به قدرت در افغانستان، این حرکت تندرو به سر شهروندان قانون‌های سخت جاری کرده است. قبل از این طالبان بارها از صاحبان مهمانخانه‌های عروسی به طور شفاهی خواسته بودند که در توی معرکه‌ها با صدای بلند موسیقی ننوازند. ساکنان کابل میگویند به این هم با محدودیت‌های قبلا جاری کرده طالبان توی‌ها در افغانستان شبیه مراسم ماتم شده بود و کس فرق نمی‌کرد که در مراسم عروسی اشتراک دارد یا در معرکه ماتم. اما به گزارش نشریه 8 صبح ایده‌های وجود دارند که شرکت کنندگان شب‌نشینی‌ها در توی‌های عروسی در کابل با ماموران امنیتی طالبان برای نواختن موسیقی در شب‌نشینی‌های خود فدیه یا به قول دیگر دوله می‌دهند. طالبان بعد دوباره رسیدنشان به قدرت در افغانستان در برابر محروم کردن زنان و دختران از تحصیل و کار، حضور آنها را در باغ‌های تفریحی و طربخانه‌ها و سفرها بدون همراهی یگان نفر محرم نیز منع کرده و همچنین برای کارمندان دولتی گذاشتن ریش و پوشیدن کلاه‌ها را حمایت می‌کردند.